چشمه های کوسارانم بزه از بدخشانم هوای برف و بارانم بزه رودی پنج و چشمه های کوسارانم بزه خوله های پامیری منشورتش در عالم است دخترانی گل رخی روشان و شغنانم بزه خوله های پامیری منشورتش در عالم است سنگ های مرمر و یاقوت و مرجانم بزه فصل گل‌های بهار نوروزی ختمانم خشه نشنای لاله پوش و باغ و بستانم خشه فصل گل‌های بهار نوروزی ختمانم خشه نشنای لاله پوش و باغ و بستانم خشه واسه دو فرخار و کلاه مظهری علم و هنر از دوشنبه تا خوجان غرم بدخشانم خشه واسه دو فرخار و کلاه مظهری علم و هنر از دوشنبه تا خوجان غرم بدخشانم خشه یک نظر سیر و تماشا شهر خوجندم بیا دیدنی عینی و زرافشانی دلبندم بیا یک نظر سیر و تماشا شهر خوجندم بیا دیدنی عینی و زرافشانی دلبندم بیا پنجکندی من دیاری شاعران نام دار پنجکندی من دیاری شاعران نام دار بر گلستانی همیشه سبز و گل رنگم بیا بر گلستانی همیشه سبز و گل رنگم بیا یک نظر سیر و تماشا شهری خوجندم بیا خدایا خاک ختلان را نگه دار زرافشان و بدخشان را نگه دار حصار و ونج را نوروز بخشا خدایا تاجیکستان را نگه دار تاجیکان را از قدیم گویند خلق تاجدار تاجیکم نامی بلندی تاجداران بس بود افتخار انمین رقصنده های نازنین که ما را وحدت بخشیدن یک قرض نازنین بزرگ جمال ترسنبویوا خواهش میکنم قرض بزنید افتخارشان این بالای نازنین و دوست داشتنی آمدن که محفل ما را گرم و شاداب از ترانه های ناب بکنن قرضکات رو معنی نداشت یک قرضک زیبایی آسمان کف بزنید برای خانم زیبا تشکر از شما که آمدید مرحبا رحمت کلان خوش آمدید شماییم السلام علیکم مهمانان عزیز از نامی خودم از نامی گروه Хизитопад تبریک میکنم دوی جوانبы шпарт میخوام желаю счастья любви на следующий год как говорится бешик ты по машине خوش آمدید تا نور دیده تاج سر добро пожаловать дорогие гости с трудом برای شما
مرحمت مرحمت برست
красавчик сон. Не надо путать шалахов с ламбадой, под окнами моими серенада звучит от сердца твоего, красавчик, что не надо. Поверь мне, я леди, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Красавчик, стоп, не надо путать шалахов с ламбадой, под окнами моими серенада звучит от сердца твоего, красавчик, стоп, не надо. Поверь мне, я леди, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. حسن جمالت خیال منده شیرین نگاهت بس ای جهانده بگیر دستم مست جمالت شدم خسته بسته دل به نگاهت آه تو کبوتری یا کیپری یا به گلستان دلم میبری آه تو کبوتری یا کیپری یا به گلستان دلم میبری هم دلی هم جان شویم هر دو ما شیرین و فرخاد شویم هر دو ما هم دلی هم جان شویم هر دو ما شیرین و فرخاد شویم هر دو ما در تو غنی سوزش عاشقی را غمزده حیران کنیم هر دو ما در تو غنی سوزش عاشقی را غمزده حیران کنیم هر دو ما آه تو کبوتری یا کیپری یا به گلستان دلم میبری آه تو کبوتری یا کیپری یا به گلستان دلم میبری تو کبوتری یا کیپری یا به گلستان دلم میبری تو کبوتری یا کیپری یا به گلستان دلم میبری تو کبوتری یا کیپری یا به گلستان دلم میبری تو کبوتری یا کیپری یا به گلستان دلم میبری رحمت کلام من сан ҳастам ки инҷа нохия наша сестра очень рада вас видеть озодахон ҳама саноаткора хуш омадитон марҳамат як ҷаҳон сипос аз ин хонуми воқеан ҳам нозанин ки таронаҳоро дар сатҳи олӣ суруданд. як қарси ифтихорашон мезанем. анаку қарсак задем. чанд рӯз пеш ман дар саҳифаи фейсбук як мавод гузоштам. тамоми мардуми тоҷикистон бо ман меҷангад ҳанӯз дар комментариҳо. ман чӣ навиштам? хеле эрод гирифтам ба ин ки хонум Юлдуз Усмонова ба забони тоҷикӣ таҳқир мекунад. ман аз ин хоҳар, аз ҳамаи ҳунармандони дигар ки дар ин маҳфил ҳастанд, вақте ки таронаҳоро бозхонӣ мекунанд, воқеан ҳам гомҳо рақсиданианд,
موزیکا در سطح عالی، ولی خواهش میکنم همین شعرها رو، یعنی شعر متنی انا همین ترانه ها را با من مراجعت کنن. من وعده میکنم که به پول براشون مینویسم، اما خواهش میکنم که زبان ناب تاجیکی رو تحقیر نگذارن. اما به هر صورت برای این خانم نازنین یک قرص زیبای تاجیکانه میزنیم که خیلی زحمت کردند و خیلی محبت کردند، خیلی لطف کردند که از سر لطف آمدن سر این میدان و ما خیلی زیبا هم رقصیدیم همگی. تشکر به نهایت. یک ترانه آرام در اجرای این خانم نازنین که تا اینکه همه خوردنی ها، نوشیدنی ها، همه آن چیزی که روی دسترخوان برای شما گذاشتن، نوش جانتان برای آن که ریلکس باشید، راحت بکنید. این ترانه تقدیم شما. رحمتی کلان برای شما جدایم خیلی شعری خوشرومی گفتید. ما حاضر سرود میخواندگی مادر، سرودی مادر، سرودی مادر شعری امینزاده در برای همین که من خوجند بخواندگی همین سرود خواندگی سرودی خودمو برای مادران یک تقصیق زنیم. رحمتی کلان زنده باشتان برای مادر. همه там что хорошо, приятного аппетита вам. Эта песня для наших мам.
سپارم اگر تو داده ای شیری سفیدم برای جانی خود را می سپارم سلامت باشتون برای مادران تقرسک خوش آمدیتان نوری تاجی سر مرحمت من امکانیت دارم که مادران اینجا دعوت بکنم چون این یک امکانیت هست مادران خوشبخت اینجا هستند یک لحظه بیان کنار ما قرصک آسمانی افتخار این گنجینه های بی‌بها این نفرانی که خودشان اصلا خیلی جوان هستند ولی امروز کلیندار داماددار خوش به حالشان اینجا بیاید کنار من این مادرای خوشبخت ببینید من با افتخار این مادران خوشبخت میخواهم از ایجاد خودم یک شعر بخوانم باز باران دانه دانه قطره قطره سیل سیل چکچک باران نوای دیگر است بعد باران گردها پاکیزن زخمهای قلبهامان تازن بعد این باران هوای دیگر است باز باران باز رعد و برق ترساند مرا یاد دارد از هراس کودکی از صدای رعد و برق آغوش مادر بود نیش من گاهی من بعد باران آن نهانگه را همه گفتم سپاسی کودکی آن سپاس کودکی بود آشامیدن بوی مادر بوی لذت دار مادر بعد باران روی گلها یاد دارد روی مادر گلنما رخسار مادر سیل باران گریه های زار مادر بعد باران یاد مادر بود فقط بعد باران یاد مادر شد فقط زنده باشن این مادران که واقعا هم در حقیقت با یک دست گهواره با دست دیگر دنیا را جنبانیدند اصلا انتظار نداشتند اینقدر وقت تیز میگذرد و امروز این دو نفر عروسی برکمال و شهی دیر انتظار میبینند مادر عروس کی است؟ شما این کس میگه من واقعا هم دیگر از این دیگر لحظه خوشبختتر وجود ندارد وقتی که مادر داماد میگوید که من میگویم مادر عروس کی است میگوید من یک خرس افتخار مادری واقعا هم خوشبختی سروت جان ای اوچیشه توی مبارک باشه کلینک خوشروی مبارک باشه گر خانه همسایه روی از پس تو خواهم که نبیره ها قطارک باشد اما از زبان مادر ایدی ماه جان که امروز پاره قلب خودشونه اصلا من 2 ماه پیش دخترم رخصت کردم من میدونم احساس این مادر میدونم چی است از زبان این مادر میخوام برای دخترشان بگویم دخترم مهرم امیدم باورم کاسه آب ز حفظ کفسرم آبروی خانه و بام و درم میروی امروز خوشحال از درم جان من آباد باد و خواند تکیه بر داماد باد و شاند دختری نوراه من راحت سفید کفتری نوبال من راحت سفید در چشمان مادر اشک حلقه میزند اما از قعر دل ایدی ماه میدونه چی ندا برمی آید میگوید ای اوچه جان خانه تا بانی کردم خاکستر کوچه تا کلالی کردم
چندین سری سال خانه تبانی کردم، امروز که میرم خوب کردم، عجب کردم، خانه تا خالی کردم. یک خرس به افتخار رفتنهای کلین و خانه داماد که بهترین رفتنها رو میموند در زندگی. من آرزو میکنم میانی هر دوی شما کلمه اصلا خدا وجود نداشته باشد، مثل یک عائله، یک خاندان، مثل که من با خدا هم هستم. الله من دیگر پروای دختر من ندارم، من پروای داماد من ندارم. اونها در شهر یکاترینبورگ زندگی میکنن، اما ما با مادر داماد دوگانه هر روز هم دیگر هم میبینیم میشنیم. من دخترم غیبت میکنم، خدایم بچه‌شه. یعنی این است اتحاد. من آرزو میکنم این اتحاد، این تفاهم، حسن تفاهم، این همدیگر فهمی، این به هم آمدن ها برای شما تهنیت باشد. درد و داغ فرزندا را نبینید. اصلا به شما مادر عزیز که چون یک فرزند تربیت کردید، من خواهش میکنم یک تحفه بی‌نظیر دارم برای مادری داماد. چند وقت پیشتر وقتی که من برای دادر عزیز و ارجمندم سروجان وقتی تصمیم گرفتیم به مسکو بیاییم در توی این دادری خوبی من خدمتگزار باشیم، گفتم از دوشنبه برای چی هدیه بیارم. سروجان گفتن که برای من فقط کتاب شعرهاتونه تحفه بیارید. من گفتم چند دانه بیارم؟ 100 تا، 200 تا، 300 تا، 400 تا، هرچند در خانه همگی 20 دانه کتاب داشتم. سروجان گفتم برای من همگی 2 تا هدیه بیارید از کتابای خودتان، یکی برای من و دیگرش برای مادرم. من زیاد گریستم از این حرفا، چون که همیشه اون نفرانی که سری زانو سری تعظیم فرود میارن نزد مادران، من به آنها بیشتر و بیشتر از دیگران اعتماد دارم، احترام دارم. و امروز این 2 دانه کتابی شعر من که از خود دوشنبه هدیه آمده است، و شما نمیدونم در داخلش یگان چی پیدا میکنید نمیکنید، اینش مهم نیست. مهمتر از همه اون است که من خواهش سروجان یعنی که اجرا کردم. و 1 دانه کتاب برای سروجان که همراه خانومش بخواند، 1 دانه کتاب دیگر برای مادر عزیز و ارجمندشان هدیه آوردم. و در همون سایده هستم، اینجا 1 قلم برای من آهی جان داد. فکر کردم چی بنویسم در 1 جمله. من نوشتم تحسین، سپاس، تشکر برای این بچه کلان کردگیتون. این هدیه برای شما مادر عزیز، مبارک باشد. من برای شما حتما کتاب میرسونم. من نمیدونم که تا چه حد شادمان میشوید، اما خواهش این دادر ما اجرا شد. این است مهم. و حضرت لایق باز هم میگوید آسمان و تمام جرم فلک، ستاره ها، یعنی همه چیزی که سیاره همه در آسمان میچرخد، آسمان و تمام جرم فلک بر سر آن کسی فرو ریزد که بتابد ز روی مادر روی آبرو را چو آب جوی ریزد. امروز فرزندان شما آبروی شما را تا به آسمان ها بردند. شما میدونید چقدر خوشبختید که دامادتان سروجان میشود؟ میدونید؟ خوش به حال شما. 1 قرصک برای مادر عروس. شما میدونید چقدر بچه خوب داره؟ بچه تونه همه دوست میدارن. اهل جمعیت، نفرانی که اینجا اومدن همه دوست میدارن، اثبات میکنن با خرسکاشون. 1 دست دوی شما. سلامم از محبت گیرد آغاز، پیامم از خداوند گیرد آغاز. سلامم را ز مهر دل رسانم، محبت از محبت گیرد آغاز. السلام علیکم حاضرین محترم و مهمانانی از دور و نزدیک آمده. من همه شمایان را خوش آمدید، نوری دیده، تاج بر سر میگویم. و ثانیاً فرزند عزیزم ثروت شاه و عروس نازنینش مهناز خان را به این روز وصلشان، یعنی به این روز عقد نکاحشان، از صمیم دل تبریک و مبارکباد میگویم. همیشه خوشبخت باشید. بگذار چی طلب و نیتی که در قلب خویش می پرورید جامعه عمل پوشد. از خداوند مهربان طلب می کنم که به شما فرزندان صالح و صالحه عطا فرماید. همیشه گلی سری ثبتی دوستانتان باشید. امشب چه شب است؟
جهان وصل رنگین است. خوشنودی من ز حد افزون است. دلبند عزیز من در کنج مراد با دلبر خود به صحبتی شیرین است. هر دو همه وقت ز بخت سرشار باشید، با مهر و وفا و همدیگر یار باشید. هر باری گران نگردد هرگز وقتی که شما به همدیگر یار باشید. ای شاه شهان عروس خوشبخت مبارک، ای ماه جوان شاه سری تخت مبارک. شبی وصل و شرفمندی مبارک، چنین شادی و خرسندی مبارک. و در آخر به شما چنین تمنا دارم: گل بپاشد عشق دایم در سری راه شما، ره نیابد هیچ گاه غم به درگاه شما. در تلاش گیر و دار و گرم و سرد زندگی، خنده باشد دایما در روی چون ماه شما. من نفهمیدم معرفتی سروجان از کجا است. از مادری فرهیخته فرزندی فرهیخته به دنیا می آید. تشکر از شما مادری عزیز و ارجمند. خودتان هنوز خیلی جوانید. و این گلا را بینید، این محبت را بینید، این صمیمیت را بینید، این عشق را ببینید نسبت مادر. یکم گفتنی داشته باشد سروجان برای مادرش. به درگاه خداوند مهربان هزاران بار شکرگزارم که مادرجان عزیز و مهربانی من همیشه در بر من هستند و دایم دستگیر من هستند. من بسیار خوشبختم که چنین مادری بسیار مهربان و غمخوار دارم. و گفتنیم از خود گذشتی کم شدی، همخانه صد غم شدی، پیش خطرها گردی من دیواره محکم شدی. دامان پاکت جای نماز، دستان تو خورشیدیان، چشمان تو ای مادرم نور الهی میدهند. پیش تو مادر جان من هزاران بار قرضدارم مادر جان عزیز. چرت پیرو چرت تدبیر گفتن و من آرزو میکنم که میان این دو نفر هرگز فاصله نباشد، مثل خواهران باشند تا اینکه شما آسوده ببینید. ولی این که ثروت جان تا اینجا آمده است بیهوده نیست. من یک پیشنهاد دارم. من میخواهم که محبت های قلب خودش از ثروت جان ایثاری عروس نازنین توسط چند مصرع سرود، یعنی که طریق آهنگ ما همراه ثروت جان یک جویه میخوانیم. چی گفتید؟ مادران عزیز و ارجمند، شما این لحظه های پر از عشق را تماشاگر باشید. مبارکتان این لحظه های فرخنده، نوشتان باشد به همایی فرزندان شما. و آرزو میکنم که مادر عروس هر وقت که دخترتان از خانه ثروت جان به خانهتان اگر بیاید، هیچگاه سر قهر نیاید، خندان از درون بیاید که باغ دلتان گل بکند و بگوید شکرانه. تشکر از شما. ما همراه ثروت جان سرود میخوانیم. اجازه است؟ ثروت جان من خواهش میکنم. من اصلا سرود نمیخوانم، میدونید، در هیچ جا، اما اینجا میخوانم. سلطان قلب‌ها